با درود و صد درود خدمت تمام دوستان عزیزم. امشب در خدمتتون هستم که یه دونه کوکو سبزی خیلی مختلف با هم درست کنیم. که این کوکو سبزی رو من سال 1990 تو انگلستان تو لندن تو یکی از رستوران‌های لندن دیدم، خودم تعجب کردم. بعد که متوجه شدم منم کارم غذاست، شف آشپزخونه اومد منو برداشت برد تو آشپزخونه و گفت نگاه کن ببینید که کوکو سبزی چطوری درست می‌کنیم توی انگلیس. برای این کار دوستان ما به نصف تره فرنگی احتیاج داریم، حدود یه دونه پیاز خورد شده، جعفری، گیشنیز، تره، یه مقدار پیازچه، یه مقدار شنبلیله خوش به اندازه یک قاشق چای خوری و همچنین یک قاشق چای خوری شویت من اضافه میکنم، نمک، زردچوبه و من برای کوکو سبزیم دوستان حدود 1 تا 2 گرم از بیکینگ پاودر استفاده میکنم که میبینم تو یوتیوب خیلی از بیکینگ پاودر استفاده نمیکنن. بیکینگ پاودر چیزی بدی نیست، شما هر روز بیکینگ پاودر رو دارید میخورید. حالا وقت شیرینی فروشی میرید تو کیک، تو انواع و اقسام شیرینی‌های خوش بیکینگ پاودر وجود داره و ضرری نداره. ولی بدون بیکینگ پاودر تخم مرغ شما هر چقدر بزنید حبابایی که ایجاد میشه نمیتونید سنگینی وزن سبزیجاتو که همش آب خالص نگه داره. برای همین باید یه مقدار خیلی کم، یه چیزی حدود 1 گرم تا 2 گرم بیکینگ پاودر تو کوکو سبزی استفاده کنیم که استراکچر بده و نگه داره بدنه کوکوتون. من تره فرنگی رو به صورت برونایز یا نگینی خیلی کوچیک خورد میکنم، همچنین پیازم و این دوتا رو با هم یه تف میدم، بعد قاطی بقیه سبزی ها میکنم به این صورت دوستان. و همچنین پیازمون هم نگینی خورد میکنیم دوستان عزیزم. پیاز و تره فرنگی رو من با هم تف میدم، بعد قاطی سبزی تازه میکنم که با هم خواهیم تف خیلی کوچیک بدیم، فقط یه مقدار خودشون رو ول کنن. همین پنجره یه مقدار باز کنیم که خیلی گرم شده داریم بپذیریم اینجا خفه نشه چون اگزاسترمون خرابه. پنجره باید باز کنیم که البته پنجره باید بشه که این شعله زیر مایتابه من یه مقدار بندری برقصه. الان خاموش میکنم و اینا رو نگه میدارم جدا توی ظرف دیگه که بعد بتونم قاطی مواد کوکو سبزی بکنم. سراغ خورد کردن سبزیامون که تمام مقادیر رو من تو دیسکریپشن براتون می‌نویسم، همه چیزو و خورد میکنیم و بقیه کار رو با هم می‌خواهیم دید دوستان عزیز. همونطور که خدمتتون عرض کردم من سبزی‌ها رو خورد کردم، 4 تا تخم مرغ شکوندم. اگر کافی بود که فبرله، اگه کافی نبود که برای که دیگه اضافه کنیم. یه مقدار تخم مرغ رو میزنیم، تره فرنگی و پیازی که من تفت دادمه قاطی سبزی میکنم اینجا. تخم مرغ هم یه مقدار خیلی کم زردچوبه میزنم، خیلی کم نمک میزنم و یه مقدار فلفل سیاه. و اینو خوب به هم میزنم. یه مقدار بیکینگ پاودر حدود 2 گرم بیکینگ پاودر من اضافه میکنم اینجا و دوباره میزنم و این اضافه میکنم به مایه، به سبزی هم دوستان عزیزم. اگر احتیاج بود بیشتر تخم مرغ بزنم که یکی دیگر میشونم اضافه میکنم. من الان 4 تا شکوندم ببینم چطور وضعیتش، چون باید یه مقدار شل باشه این مایه کوکو سبزی. یه دونه دیگه تخم مرغ من میشونم اینجا و میزنم دوباره. کوکو سبزی به این استایل 2 مرحله داره، یه مرحلهش رو گاز، یه مرحلهش میره تو فرن. یه مرحله روی شعله اجاق گاز با درب بسته مایتابه و یه مرحله دیگه که باید بره تو فرن در باد برای حدود 3 تا 4 دقیقه که روش هم برشته بشه.
چون من خودم علاقه خیلی زیادی هم به گردو دارم هم به زرش، یه مقدار اضافه میکنم اینجا. این انتخابیه. دوست دارید میتونید گردو و زرش استفاده کنید، اگر هم دوست ندارید که اصلا نمیخواد برید، میتونید چشم پوشی کنید. تا 3 قاشق غذاخوری روغن. در همین حال هم من فر پایین رو داغ کردم دوستان که حدود 8 تا 10 دقیقه وای میسه اینجا. بعد از 10 دقیقه حدود 4 تا 5 دقیقه من میذارمش تو فر. 8 تا 10 دقیقه روی شعله متوسط. الان دقیقاً 10 دقیقه گذشته. من الان اینو لبه‌هاش رو سعی میکنم از اطراف مرتبه جدا کنم به این صورت و اینو در باز بدونی که در بذارم میفرستم تو فر 4 تا 5 دقیقه مکسیمم. 4-5 دقیقه دیگه برمیگردم خدمتتون هستم. این کارو با هم میکنم. الان حدود 5 دقیقه 6 دقیقه گذشته. کوکوی ما آماده است دوستان. الان باید اینو برش گردونیم توی یه دونه ظرفی که بتونیم کارهای زیباییش رو انجام بدیم دوستان عزیز. اینم از کوکوی زیبای دوستان رو گارنش کنیم. یه مقدار تومیتو، یه مقدار خیارشور، یه مقدارم زیتون که من عاشق زیتونم، دیوونه زیتونم. خیلی خوب دوستان، از خدمت شما کوکو سبزی عالیمون با تره فرنگی و پیاز که مطمئنم درست کنید و بخورید لذت میبرید و 100% تمام مقادیر سبزیجات رو من تو دیسکریپشن واسهتون می‌نویسم. شب خیلی خوبی داشته باشید.